و صدها کار دیگر که دولت انجام داده. آیا اینها دروغه؟ میگن دولت بیادبی میکنه. ما به کی بیادبی کردیم؟ کلام مولا امیرالمؤمنین اینه که اگر کسی دست اندازی به بیت المال کرد باید باش برخورد کنید، آبروشو ببرید. کسی زیاده خواهی کرد آبروشو ببرید. البته اجرای عدالت سخته، ما میدونیم. کسانی بودن در کنار پیامبر خدمت کردند، شمشیر زدن، در یک مقطعی خادم بودن، حتی مدال گرفتن، اما وقتی اجرای عدالت اومد میون با شمشیر در برابر عدالت ایستادن. طلحه و زبیر مشهورن در تاریخ. اینها پناه بردن به اشرافیت معاویه و مورد حمایت معاویه قرار گرفتند. بنابراین برخورد با آدم هایی که دست اندازی میکنن به بیت المال بی‌ادبی نیست. خدا شاهد است، من در مناظرات خیلی حرفها رو باید میزدم، فقط به خاطر اینکه شخصیت طرف مناظره آسیب میدید من اینها رو کنار